در کتابخانه مرکزی شهر ترسونزاده برای گذراندن دور دوم آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است تیاری همه‌جانبه می‌بینند. برای اشتراک در این آزمون در کتابخانه‌ها شاگردان مؤسسه‌های تعلیمی، کتابداران و آموزگاران و ساکنان شهر اساساً به مطالعه اثرهای گوناگون مشغول می‌باشند. باید گفت که امروز در کتابخانه‌های حدود شهر ترسونزاده 191161 نسخه کتاب از آن 47000 با زبان تاجیکی، 95000 با زبان روسی و 50000 نسخه با زبان‌های گوناگون موجود میباشد. 19837 نفر اعضای کتابخانه هستند که این خوانندگان به مقدار 187219 نسخه کتاب‌ها از کتاب‌های کتابخانه استفاده بردند. امروز در کتابخانه مرکزی شده شهر ترسونزاده برای جلب نمودن نورسان و جوانان و ساکنان شهر ترسونزاده تمام چاره‌بینی‌ها گذرانیده می شود. آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است که طی 4 سال است ما علاقه این آزمون را دایر نموده ایستاده ایم. با باوری کامل گفته میتوانم که خوانندگان پیوسته کوشش میکنند که در این از دور شهری آزمون به دور منطقوی و به دور جمهوری را خط گرفته جایهای افتخاری و سزاواری را اشغال نمایند. از روی نمیناسیون خواندن و ایجاد کردن ادبیات کودکان و نورسان، آثار شفاهی، منظومه ادبیات کودکان و نورسان شرکت ورزیده ایستادم. من سال گذشته تا دور جمهوری اشتراک نموده جای افتخاری را گرفتم و راه افتاده نیستم و این سال نیز کوشش در آن دارم که باز هم خوبتر تیاری نموده تا دور جمهوری رفته سزاوار جایزه گردم. قابل ذکر است که در کتابخانه مرکزی شهر ترسونزاده شعبه الکترونی تشکیل کرده شده، در آن نشر زیاده از 7000 کتاب نصب کرده شده است. به گفته این مسئولین اگر بعضی کتاب‌ها را در کتابخانه‌ها پیدا کردن مشکل باشد، اشتراکچیان آزمون از کتاب‌های شعبه الکترونی استفاده می‌برند. اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی از نامیناسیون خواندن و ایجاد کردن ادبیات جهان. من سال گذشته از نامیناسیون بچگانه تا دور جمهوری آزمون اشتراک نموده راحت گرفتم، هرچند که از آنجا جای نمایان را اشغال نکردم و راه افتاده نشده. این سال نیز از نامیناسیون ادبیات جهان اشتراک نموده ایستادم. من اینجا اگر از کتابخانه کتاب‌ها را دسترس ننمایم، در اینجا شعبه الکترونی کتابخانه هست که از اونجا دسترس نموده مطالعه نمایم. ما کوشش به خرج میدیم که تمام کتاب‌ها را برای این خوانندگان مهیا کنیم و آن کتاب‌هایی که مثال در خود فاند کتابخانه که محفوظ نیست و ما درخواست خواننده را قانع کردن نمیتوانیم، در کتابخانه مرکزی شده شهر ترسونزاده شعبه الکترونی فعالیت میکند که زیاده از 7237 نسخه کتاب‌ها محفوظ است و این خوانندگان از این کتاب‌ها استفاده میبرند. غیر از این ما برای فعال گرداندن فعالیت کتابخانه ها ما همکاری داریم با کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان، با کتابخانه دولتی بچگانه به نام میرسعید میرشکر و با دیگر کتابخانه های جمهوری پیوسته همکاری های زیچ داریم که آن کتاب هایی که مثال از اینجا خوانندگان در دسترس کردن نمیتوانند، در اساس درخواست اینها ما میتوانیم مراجعت نموده از فاند مخزن کتابی این کتابخانه های جمهوری ما آورده دسترس خوانندگان گردانیم. مسئولین کتابخانه برای جلب نمودن ساکنان شهر به کتابخانه و دریافت چهره های نوی سخنور و سخندانی آزمون و ویکتورینه ها تشکیل نموده بهترین ها را با دیپلم، کتاب و تحفه ها قدردانی گردانیده است. چون این هوسمندی ها بیشتر گردیده است که صف کتابخانه در اینجا سال تا سال زیاد می گردد.